برای زن زندگی آزادی و به یاد دختران متنی از عرفان نظر آهاری سلام فرمانده. این نامه را به تاریخ اینک برایتان می نویسم از خط مقدمه اینجا. جنگجوی ریز نقش و چابک سوارم، اما نه اسلحه‌ای دارم و نه تیری و نه تفنگی، نه شمشیر و نه فلاخنی و نه سنگ. نسبم نیمی به جنگجویان کوهستان میرسد که با زمستان گلاویز میشوند و از جگر کوه درخت به در میکشیدم. و نیمی دیگر از نسبم به کبیر نوردانی میرسد که سینه داغ بیابان را میشکافتند با ناخن‌هایشان و پیروزی آبی بود در ته چاه. من رزم‌آوری را در آوردگاه فردوسی آموختم. پلنگینه به تن نمی کنم، خفتان هم نمی پوشم، اما خورشخانه ضحاک را می‌شناسم و می‌دانم چگونه می‌توان هر روز غذایی اندکتر به ماران گرسنه‌اش رسانید تا کمتر فربه شود. من آن در مخفی پشت خورشخانه را بلدم و می‌دانم چگونه می‌توان جوانان را پیش از قربانی شدن نجات داد. نازک زنی رنجورم که تواناییش در ناتوانیش است و قدرتش در ضعفش. سپاهی دارم از پیرزنان، از زنان، از دختران و مادران، از نطفه‌های نبسته و جنین‌های زاده نشده. فرمانده، آن روز که شما فرمان رقص را صادر کردید به سپاهیان گفتم دیگر گیسوانتان را نبرید و خاک بر سر نپاشید و چنگ بر گونه نکشید و زجه نزنید و رویه نکنید که دشمن به لابه و به مویه و به شیون و به زاری شما جان میگیرد.